آخرین مرحله قبل از ظهور مرحله است که شیعه ولایت اجتماعی پیدا میکنه و پرچم بلند میکنه. مرحله است که حکومت درست میکنه. مرحله هستش که در رأس حکومت خود امام زمان علیه السلام نیستن، اما کسی هستن که جامع الشرائط هستن. ما به عنوان نائب امام زمان میشناسیم. این آخرین مرحله است. مرحله بعدی خود حضرته. دیگه ما مرحله بعدی دیگه نداریم دیگه. وقتی شیعه میرسه به ولایت اجتماعی، وقتی محور یک حکومت کسی قرار داده میشه که دینشناسترین، فقیهترین، شجاعترین، مدیرترین، مدبرترین، با بصیرتترین قرار میگیره، دیگه مرحله بعدیش خود معصومه، خود ولی خدا. اما این مرحله قبل قطعا ضرورت داره، باید باشه. چرا این به عنوان آخرین مرحله است؟ دلیلش اینه که تو طول تاریخ شیعه ولایت داشته، اما ولایت فردی، ولایت اجتماعی با طاغوت بود.